چرا موقع کتاب خوندن یا درس خوندن خوابمون میبره؟ تا حالا شده کتاب باز کنی بگی فقط 10 دقیقه میخونم ولی بعدش یهو سرت میفته رو کتاب؟ اگه اینجوری هستی نگران نباش، تو تنها نیستی. جالبه بدونی خواب آلودگی موقع کتاب خوندن نه از تنبلیه، نه از اینه که کتاب بده. معمولا تقصیر مغزه. دلیل اول، مغز فکر میکنه وقت خوابه. توی جای آروم، کم نور، بی حرکت میشینی. کتابم دستته. مغز میگه اوه این همون فضاییه که ما میخوابیم. پس شروع میکنه هورمون خواب ترشح کردن و تو خمیازه پشت خمیازه. دلیل دوم، فقط نگاه میکنی، فکر نمیکنی. خیلی وقتا ما میخونیم ولی واقعا درگیر نمیشیم. نه سوال میپرسیم، نه بهش فکر میکنیم، نه باش حرف میزنیم. مغز وقتی بیکار میشه میگه خب بخوابیم دیگه. دلیل سوم، انرژی بدنت پایینه. بعد از غذای سنگین یا وقتی آب کم خوردی یا کلا خوابت کمه، بدنت حال نداره. حالا انتظار داری کتاب خوندنم بکنه؟ نه عزیز، اول خواب. دلیل چهارم، تایم بعد کتاب خوندنه. بعضیا هرچی میخونن دقیقاً قبل خوابه. خب معلومه مغزت شرطی شده. کتاب میبینه میگه بالشگو. خب حالا چیکار کنیم خوابمون نبره؟ نورو زیاد کن، دراز نکش، لم نده، هر چند صفحه یه مکث کوتاه با کتاب حرف بزن، نظر بده. یه لیوان آب کنار دستت باشه. اگه رمانه صحنه ها رو تو ذهنت بساز. اگه درسی وانمود کن داری به یکی توضیح میدی. یه جمع‌بندی کنیم. پس اگه موقع کتاب خوندن خوابت میبره، مشکل از تو نیست، روش کتاب خوندنته. کانال رو سابسکرایب کن تا هر روز چیزای جدید درباره چیزایی که باهاشون درگیری ببینی و این ویدیو رو بفرست برای کسی که فکر میکنه مشکل از خودشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. توی ویدیوی دیگه میبینمتون.